در مسکو گزارشی نو با نام پوتین جنگ درباره شرکت نیروهای روسیه در دونباس معرفی شد. در این گزارش که سیاستمدار معروف بوریس نیمتسوف قبل از کشتارش به نوشتن شروع کرده بود، از جمله آمده است که ماه‌های ینور و فوریه سال روان در جنگ‌های کناری شهری دبالتسوه ولایت دونتسک تقریباً 70 افسر و سرباز روس به هلاکت رسیدند. در گزارش مذکور اینچنین گفته شده است که برای عملیات نظامی در شرق اوکراین در 10 ماه از بودجه روسیه 53 میلیارد روبل خرج شده است. بنا به گزارش نصف این مبلغ برای پشتیبانی از حکومت‌های خودخوانده دونتسک و لوگانسک و نصف دیگر برای تامینات جدایی خواهان و تعمیر تکنیک نظامی صرف شده است. بوریس نیمتسوف معاون سابق نخست وزیر روسیه و از منعقدان حکومت ولادیمیر پوتین و مخالفان جنگ در اوکراین شب 27 فوریه در نزد کاخ کرمل با ضرب تیر کشته شد. حالا به صحبت با ما از دفتر رادیوی آزادی در مسکو ایلیا کیزیروف، شارح بخش روسی همراه می شود. ایلیا سلام، چی طور به نیمتسوف مرحوم دست داد که حضور نظامیان روس را در اوکراین اثبات کند؟ پیش از همه باید گفت که در این گزارش منبع‌های باز استفاده شدند. به تخمین 150-170 منبع استناد شده است. علاوه بر این نتیجه‌های کار تحقیقات مستقل گروهی با شرکت ایلیا یاشین و دیگر اعضای گروه نیمتسوف استفاده شده است که تخمیناً 25% این گزارش را تشکیل می‌دهد. مؤلفان گفتند که برای تصدیق این معلومات از هر یک منبع تصدیق دوباره گرفته آن را نشر کردند. این گزارش از 11 بخش عبارت بوده، هر یک بخش به یک مسئله مشخص پاسخ می‌دهد، ولی همه آنها در مجموع درباره شرکت نظامی روسیه در جنگ اوکراین بحث می‌کنند. مثلا در بخش اول گزارش که چرا با پوتین جنگ اوکراین در کار بود، پاسخ می‌دهد که این جنگ برای بالا بردن ریتینگ‌های تا 45% پایین رفته پوتین لازم بود. در بخش دیگر درباره جنگیان کرایه گفته می شود که هر یک شرکتدار اختیاری این جنگ‌ها از 60 تا 90 هزار روبل در ماه پول می‌گیرد. معلومات دیگر وجود بتالون‌های چچنی در جنوب و شرق اوکراین است. خلاصه این است که این یک جنگ با شرکت برادر روسیه است و خسارات زیادی معنوی و جانی و پولی به بار می‌آورد. آیا این گزارش به فکر شما ایلیا شانسی به شکل کتاب چاپ شدن را دارد؟ Авторы этого доклада утверждали, что они будут добиваться печати именно на территории России. مؤلفان گزارش تاکید کردند که تلاش می‌کنند چاپ این گزارش را در قلمرو روسیه انجام دهند، چون که به گفته آنها مخاطبان این گزارش در داخل این کشور هستند. علاوه بر این هدف آنها تا به سطح تلویزیون‌های فدرالی رسانیدن پخش محتوای این گزارش است تا که تماشابینان آنها یعنی شبکه اول، روسیه 24 و هم NTV آن تماشابینانی که به این گزارش باور نمی‌کنند و به اینترنت دسترسی ندارند باید با خلاصه‌های این تحقیقات شناس شوند. ایلیا یاشین هم گفت که هدف آنها غرب نیست که به این هم در این باره معلومات دارد. تا امروز 13 چاپخانه از نشر این گزارش خودداری کردند. حالا در دست مؤلفان 3000 نسخه آن وجود دارد. مؤلفان برای چاپ این گزارش حالا مبلغ جمع می‌کنند. مؤلفان می‌خواهند که این گزارش را در حجم 100 تا 200 هزار عدد چاپ و بعداً آن را با راه‌های خود پهن کنند. تشکر. با سوال‌های ما از مسکو شارح رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی آزادی ایلیا کیزیروف پاسخ داد.